ساعت 7:10 صبح با من آماده شید میخوایم بریم دانشگاه. من نمیدونم چرا شبایی که امتحان دارم خوابم نمیبره و کل دیشب اصلا درست حسابی خوابم نبرد. ساعت 6 آلارم گذاشتم بیدار شدم ولی خب اصلا خواب نداشتم دیشب. خلاصه اینکه به شدت خوابم میاد. وقتی که امتحان دارم تازه میفهمم چقدر نعمت بزرگیه که دانشگاهی ازت دور باشه. چون قشنگ از مسافتی که از خونه میرم تا دانشگاه قشنگ میشه درس خوند. به اینا میگن لیپ او یا لیپ گلاس، هرچیه خیلی دوستش دارم. سایه بزنم چشم از بیروحی در بیاد. خیلی آرایشم مشخص نیست. یه لباس خیلی کوتاه پوشیدم امروز، اینا امروز از اون روزاست که حراست بهم گیر بده. چون که مامان گیر کردم فعلا مرمز دارم نمی‌کنم ولی باید دانشگاه رفتم کنم. من آماده شدم. بای بای.